سلام، چطوری؟ خب ببین، این چیزی که مثلا من الان میدونم، من حالا خودم چون همیشه با ایدر کار میکنم، مهم. روی 71.6% داده که خیلی نسبت به آروانش فکر کنم 50 و خورده ای بود. یعنی مهم. درصدش نمیدونم، میدونی شایان چند بود دقیق؟ آرمان اینا اینجا زده دیگه 57. خودش جلوتر آره 57%. یعنی تو همین آپدیتی که حتی R2 هم نشده، از 57% به 71 فوق‌العاده است. یعنی دیگه چی میشه ببین حتی گفت؟ برای من لایف کدش گفته 73%، یعنی از جمینای 2.5 پرو هم بالاتره که بالاتر. واقعا ادعای آره. ولی حالا عجیبی. حالا باید ببینیم تو عمل واقعا این هست یا نه. تو عمل باید دید. ولی حالا اون چیزی که من خودم بیشتر میشناسم ایدره و میدونم چقدر بالاست. یعنی من همیشه با جمینای خودم کار کردم. جمینای حدود 72% بود نسخه قبلیش فریش، که حتی اونم مهم. برداشت فریشو. و اینکه الان این به اون حد رسیده. کاست و ایناش هم زده که چقدر مثلا پولش و اینا هست، اینپوت اوتپوتشو توی سایتش ببین. توی مدل اند پرایسینگ اینجا زده، خب که این دیپسیک چتش میشه همون آها. ورژن 3، اینم اه، ریزنرش هست که منظور همون آر هست، آر1. البته یه چی بگم اینجا، نمیدونم این آپدیت کردن یا نه این سفر رو. چرا آپدیت کردن؟ گفته ریزنرش دیپسیک آروان پایینتر، آخرش نوشته اگه بیاری، نوشته ریزنرش، منظورمون از ریزنر خط آره اول. آره اینجا نوشته. آره 5. همینه 28 05 28 حالا به همین تاریخ اشاره آره داره. جفتش اگه دیگه شده قیمت آخرین آپدیتش. این که چتش که آخرین آپدیتش همین 0324 بود، اونم که آها همین خب. دیروز داده، مثل این که 028 دیگه الان. یعنی هم چه ریزنرش چه اون معمولیش رو بخوای استفاده کنی، از آخرین نسخهش آخرین استفاده نسخه است میکنی و اینجا. یعنی معمولیش هم هنوز آپدیت نداده، البته تازه آپدیت داده بود، یعنی ما معمولی ویتیریشو. آره فکر کنم آپدیت اینم یه جدید آپدیت داده. منظورت داده باشه؟ آره نه نداده. احتمالاً اینو حالا شاید زود یا دیر دوباره یه آپدیت بهش بده. حالا قیمتاش اگه بیاری همین آروانه اینجاست دیگه هیچ تغییری اینا. نمیکنه. آره. حتی ببین 50 اینپوت 75% گفته آف زدی. برای کی افتاده؟ به ازای 1,000,000 توکن اوتپوت برای آروان، یعنی حالا نسخه جدیدش آه، 55 بابا سنت دمش میشه. گرم. البته این یه نکته ای که هستی که این الان دائمی نیست احتمالا، این قیمته. البته یه این چیز بهت بگم، این استانداردشه، این با تخفیفشه، می‌بینی؟ تخفیف رو چیزه، روی ساعتهای خاصه. یعنی از زده از ساعت 16:30 تا آها. 30 بامداد UTC. تو این ساعت ها حتی تخفیف هم میده، ولی قیمت هستیش اگه ببینیم اون بالا هست دیگه. اینپوتش 0.4 به ازای 1,000,000 و اوتپوتش چقدر؟ به دو آتپوتش دلار دو اینجا دلار $2. خورده. برای آره حالا ریزنرشه دقیقا. $2. برای چت معمولی همون 0324ش 1 و 10 سنت، $1 حالا 10. میدونی چی جالبه؟ این فوق العاده است. چرا فوق العاده است؟ چون مثلا اونایی که کد میزنن از جمینای قبل از این استفاده میکردن، قدرت اینو جمینای هم الان مثل هم شده. حالا قیمت جمینای چنده؟ حدودا نمیدونم، فکر کنم $1. اوتپوتش رو خبر دارم 10 یا $15. یعنی حداقل میتونیم بگیم 5 6 برابر نسبت به اینه. یعنی شما با 1/5 قیمت. ولی خب یه نکته جالب اینه که این فری هم هست. درسته الان نسخه فریش هم برای اونایی که کد میخوان بزنن هست، که الان معرفی میکنیم از کجا میتونید اینو پیدا کنید. به نظرم الان ام... یه کار کن، یه تست برو با ایدر، ببینیم آها. چجوریه تو ایدر الان چجوریه. واقعا اینی که میگه در حد جمینای 2.5 شده واقعا درسته یا فقط یه ادعاست؟ میخوای یه چک الان بکنی؟ خب بریم برای تستش. فقط یه دقیقه وایسا من اینجا ببینم، یه فولدر میسازم اسمشو میذارم تست. یه ترمینال بزنیم. چند تا ایده تو ذهنت بدیم کد بزنه؟ مثلا چی؟ یه بازی بسازه؟ چی بسازه؟ بازی مولتی پلیر. آنلاین چی؟
با بگو وبسوکت. من چه آنلاین بسازه. آها، یه چیز آنلاین بسازه، راست میگی. I want to create a multiplayer men's game for me. 4 player. Uh, use Node.js for server with WebSocket. Use حالا تست میکنیم. Use دیگه چی؟ برای کلاینت چی استفاده کنه؟ React JS. React for clients. خب بریم ببینیم که منچ گیم رو چجوری برای ما تولید میکنه. یه تینکینگی، یعنی در واقع پروسه اینجا احتمالاً داره که طول میکشه. We are going to create a multiplayer mench game for 4 player. گفتیم یه منچ 4 بازیکنه برامون بساز. گفتیم سرورش رو با نود جی اس بنویسه، از وب سوکت استفاده کنه و برای کلاینت هم از ریاکت استفاده کنه. خب اینجا خب پس تشخیص داده که میخواد در واقع سرور با نود جی اس با ریاکت هم کلاینتمون رو بنویسه. ببینیم چیکار میکنه. فولدراش هم ببین خودش درست میکنه یا میگه درست. آره خب اینجا هم گفته برای سرور چیا میخوام، برای کلاینت چیا میخوام و انسر داره میده. بذار ببینیم که انسرش چقدر. ببین چقدر آوتپوتش زیاد شده. اینجا که ببین همه رو لیست. آره ران شلم که میتونیم انجام به خودش هم میگه میخوام ران کنم. این خیلی اتفاق بزرگیه که انقدر آوتپوتاش زیاد شده، یعنی عملا به درد نمیخورد. دیپسیک قبلی عملا فایده زیادی تو کدینگ نداشت، یعنی تو کار بزرگ نمیتونستی میشد. نه فایده که داشت، اتفاقا تو یو آی هم خیلی قشنگ کار میکرد، ولی نه پروژه که کامل بزنه. میتونستی یه تیکش رو بگی این تیکه رو مثلا برای من اینجوری کن یا این مشکلش دیباگش کن یا تعویضش بده. آره ولی یه پروژه کامل رو مثل این نمیتونست بزنه. دقیقاً این خیلی بود کار مهمی بود که اینا انجام دادن. خب یه سری کامندایی از من میخواد، یه سری نصب کنه و اینا. بذاریم کارشو انجام بده. میگه که الان سرور من رو ران کرده. منچ سرور رانینگ آن 8080. خب بریم ببینیم چی ساخته. اول ببینیم چیا ساخته اینجا. پابلیک داره و سرورش هم نه این تو SRC شه. جای مختلف ریخته. نه اصلا متفاوت ریخته فایلاشو. ببین ریاکت تو اصلا پروژهشو نساخته که. آره تو یه جایی دیگه ساخته. حالا بذار ببینیم چی زده. 8080 درسته. upgrade required. خب یه کاری کنیم، به نظرم خودمون اگر ران کنیم درست تره. اینجا یه کات بکن که ما بتونیم خودمون. نه خب ادامه بده. خب چرا بستی؟ میخوام خودم ران کنم. خودت ران. خب سرورش رو بخوایم ران کنیم نود سرور. این سرور رو 8080 داره ران میکنه. میگه که upgrade required. بذار ازش بپرسیم چطور. نمیخوای اسکو بزنی؟ چرا؟ اسکم بزنیم. خب میگه که یکم ساختارشو خوب نریخت. حتی شاید مشکل ایدره دیگه، اینو نمیشه حالا لزوما مشکل دیپستیک دونست. میگه که شما باید بری سرورت رو ران کنی. خب متاسفانه اینم تشخیص نداده. این مشکل از ایدر، ولی ستاپ سرورش رو گفته دیگه. سرور جیس که ما هم این کار رو کردیم و ستاپ کلاینتش هم گفته. اینو هاکریت ریاکت اپ رو گفته انجام بده. اینو خودش داده دیگه. انجام نداده خودش که. میگه کلاینت تو با npm استارت بزن. تو الان هنوز پروژه ریاکت نداری. چرا اینجا داره داخل SRC همینجا تعریف کرده، تو جایی درست نبرده.
npm run start. این نود ماژول الان داخلش پره؟ آره خب یه کاری کنیم، نود ماژول رو یه لحظه چک کن. بذار بهش بگم خودش الان درست کنه. یه سینا یه کار لحظه اینجوری کنیم. پوش نود ماژول رو من میخوام ببینم. ببین یه چی بگم، فهمیدم چرا قاطی کرد، چون این رو گیت نیست، این قاطی میکنه. خب کامیت چون رو نمیتونه گیت بکنه. کامنت نمیتونه و درخت اون گیت و فایلا کجان و اینا رو نمیتونه بفهمی، به خاطر همین قاطی کرده. یا خودمون دستی باید این کارو کنیم، مثلا یه SRC رو بریزیم تو این. خب بس بیا این کارو بکنیم، بذار این به ترتیب چیزی که اینجا گفته با گیت درست کن براش. درست کنم. دوباره بذار یه گیتینیت دوباره بکن بعد داخل همین پوشه. گیتینیت کنم. چرا از اول این کارو نکردیم واقعا؟ میخوای بگم یعنی دوباره درست اینو حذفش کن، یه توی پوشه همه اینا رو حذف کن، یه گیتینیت بکن، بعد از اول تموم شد. باش. همین کار میکنم. گفته ترش گیت اینیت. الان گیتش رو درست کرد. خب یه بار دیگه بریم برای منچمون. نگو پرامتشو نزدم. create multiplayer mench. وای چقدر سخته. mench game 4 player using WebSocket, Node.js and React.js for clients. بریم ببینیم چی میشه. خب ببینیم چی گفته. گفته که من میخوام یه دونه سرور برات بسازم، نوجه سرور، یه ریاکت کلاینت بسازم. گفته 2 تا 4 تا بازیکن میتونه داشته باشه. چقدر جالب که خب حداقل میفهمم که بازی رو فهمیده، چون منچ یه بازی نمیدونم ایرانیه یا من که چقدر سرچ معروفه. کردم یه خارجی و مخترعش گفته بود، نمیدونم. ولی فکر کنم زیاد معروف نباشه تو خارج از کشور، یعنی کشور زیادی شاید نشناسنش، ولی این شناخته. میگه هر پلیر 4 تا توکن داره. ما تو منچ توکن داریم. آره 4 تا مهره داره. آها توکن منظورش اینجا مهرشه، یعنی یه جورایی پلیرها رولینگ دایس دارن. درسته؟ رولینگ دای زده هم دایس و توکن ها استارت میشن از یک مکان خاص به محض اینکه 6 بیاد. احسن اینا درست. و توکن و میگه اون مهره ها به صورت عقرب، در واقع عقربای ساعت حرکت میکنن توی صفحه. درسته. و چیز دیگه ای که تشخیص داده اینه که اگر یک مهره مقابل رو بزنه، اون مهره برمیگرده به بیس اولش و پلیر اولی که همه مهراش بره تو خونش برنده است. خیلی خوب اینو تشخیص داده و ببینیم چیکار میکنه. ساختارهای سرورش رو گفته، کلاینت ریاکتش رو گفته و داره فایلاشو میسازه برای ما. نمیدونم هنوز داره کد میزنه یا نه. آره هنوز داره میزنه. ببینیم چیکار میکنه. خیلی خوب شده و چقدر هیجان انگیزه که آوتپوتش انقدر زیاد شده. خب فایلا رو میخواد بسازه، بهش اجازه بدیم. الان داره درست کار میکنه. الان دیگه درست کلاینت و زده. سرور رو جدا کرد اصلا. پس یادتون باشه هر وقت با ایدر کار میکنید حتما یه گیتینیت اولش انجام بدید تو پروژه جدیدتون، با گیت بره جلو. و خب میگه که میخواد رانش کنه. بریم ببینیم چیکار میکنه. اگه واقعا کلش رو ساخته باشه با یه پرامپت خیلی عجیبه. انتظار ندارم واقعیتش. خب میگه که پورتمون اشغاله به خاطر اینکه من قبلا ران کرده بودم، دوباره تلاش کنه. خب میگه CD کن تو کلاینت اول. ام، آره یا خودمون ران کنیم، ببینیم خودمون چطور میتونیم ران کنیم. CD کلاینت یه دونه هم درست میکنیم برای سرور.
نود جی اس دیگه با نود اینستال npm اینستال هم نکرد دیگه، عملا یا کرده فکر کنم نود ماژولز داره. خب پس ما میزنیم چی npm run استارت کنیم. آره سرورمون ران شد. کلاینت رو حالا چطور ران کنیم؟ دوباره یه npm run استارت کنم ببینم. خب ببین اصلا داره چیز اون ماژول کلاینت تو باز کن. کلاینتش نه اصلا پکیج هم درست نکرده، یه پابلیک زده و یه SRCA رو زده، سرورش رو کامل داده. بذار بهش بگیم. آها شاید البته چرا اصلا نیازی به سرور نداره، از طریق نود جی اس فکر کنم اینو داره سرو میکنه. الان میفهمیم. بذار ازش بپرسیم چطور رانش کنیم. how to run a client I runned. گذشته ران یادم نیست. server I ran server already. اصلا فکر کنم که اولا دیگه این کار کرد دیگه، فکر کنم نداره، از طریق سرور داره کلاینت رو سرو میکنه. میگه که میگه که کلاینتت npm اینستال کن. این یکم عجیبه. یه لحظه کد سرورش رو ببینم، اشاره میکنه به HTML جایی. این کارش تموم شه. Make sure you have this structure. سرورش درسته. ما پکیجین. میگه الان من درستش میکنم. خب باشه، خودش تشخیص داده یه سری فایل ها رو درست نکرده بود. ببینیم چیکار میکنه. سرورش هم که یه سرور ساده ای ساخته. خیلی سرور ساده ای ساخته. واقعا کار میکنه. آره دیگه تو گیمش اینجا تعریف کرده. چقدر داره کد میزنه. داره کامل میکنه. CSS رو CSS میگه دارم درست میکنم برات. این تازه همه اینا فکر کردنش بود. خب چیزی یاد نکرد. یعنی باز مشکل از ایدر محسوس میکنم. نه اسک زده بودی. خب اینا داره جواب چیز نگو که اصلا. خب اشکال نداره. میگم که please create new files and edits again. الان دیگه داره کلشو داره. امیدوار حالا بره ببینیم چیکار میکنه. نیو فایل CSS. خوب CSS support. ببینیم چیکار میکنه. فایل ها رو اضافه کرد. ادیت ها رو انجام داد. پکیج جیسن. این نیو فایل چیه؟ این اروره. خب این نیو فایل ها رو خودم باید اصلاح کنم. به کارش انجام بده. تو همین نگاه اول میتونم بگم هنوز به جمینای نرسید. نه من فکر نکنم، چون این مشکل ایدر میتونه باشه. شاید ما تنظیمات ایدرش رو درست نزدیم. اصل قضیه یه چیز دیگه است. بذار حالا بریم تو کار ببینیم چجوریه. خوب شده ولی به پای جمینای هنوز نرسید. جمینای 2.5 اکسپریمنتال نرسید. برسه نرسه ما دیگه مجبوریم از این استفاده کنیم، چون شما میتونید رایگان به کمک اوپن روتر به راحتی از این قضیه استفاده کنید. بعد خب فایل ها چون ما الان تغییر دادیم و اینا، ببینیم چیکار میشه کرد. npm run start
خب یه رانی شد. بذار ازش بپرسی دوباره. خب او 107 جلسه داری. با چی؟ با کی؟ جلسه گذاشتی باش؟ آره یادم. یعنی باید بری؟ نه میت. تو میت اوکیه. خودت هم هستی. آره. خب یه چیزایی پیشنهاد داده ببینیم چی میشه. پروژه شکست خورد. نه بابا چی برجوشی؟ درب کن ببینم و من میخوام اینو ببینم نتیجه چی میشه. منم دیگه تو کلاین بذار این پیمین سال بکنیم جواب نمیده. ناامید نباش. خب به خاطر اینکه این پیمین سال نکردم جواب نداد دیگه. الان این سال بشینه مچینگ ورژن نداده. بذار ببینم یک اسکریپت 5.1 درسته. همیستش درسته. چرا من نکنه این VPN میخواد. نباید بخواد. وسط ضبطیم. با بانم میتونم رانش کنم و زرن تست. او 5.1 الان درست. ولی تا اینجا حالا خدا وکیلی بین خودمون گوش شیطون کر بقیه نشنون خوبه. نه به نظرم خوبه. خوبش خوبه ولی اینی که گفته من در حد جمینای هستم نیست. بذار باید تو نتیجهش ببینیم. اگه واقعا با 2 تا کامنت یکی از پارامترهای سنجش این که آیا این بهتره یا اون همین هست که توی میگن فرست پرامپت همچی چیزی بهش میگن که اون پرامپت با یه پرامپت میتونه یه پروژه رو انجام بده یا نه. که جمینای و اوپن ای آی اوتری مینی این کارو میکنه. یه بازی رو مثلا بازی اسنیک رو با یه پرامپت میتونن بیارن بالا. ببین یه چیزی هم بگم و شاید علتش اینه که ما فورس کردیم که مثلا ریاکت استفاده کن، نود استفاده کن. گاهی اوقات این تستایی که اگه شاید HTML CSS تنهایی بود الان انجام جواب میداد. آره ما یکم پیچیده‌اش کردیم. فایلای زیادی رو باید درست میکرد. خب الان تونست ران بشه. بعد میگه که حالا اینا رو هم بیخیال شیم یه سری چیزا اضافه کرد. اوکی وایسا. یه اتفاق خالی افتاد. We'll go here. Game. یعنی طراحی نکرده بورد رو. Are you kidding me? تمام status disconnected. استاتوس دیسکنکتدش که بخوره سرور یعنی شاید سرور درست نکرد. سرور ران نیست. سرور ران نیست. صبور باش. 3001 میگه سرور رو 3001 ران کرده. الان کانکت شد. خب اشکال نداره. فرست پرام نشد ولی نکن پلیرها رو نشون میده. 2 تا پلیر کانکت شدن. خب فکر کنم CSS شون پیست نکرد. بریم ادامه بدیم. اشکال نداره. چیکار کنیم؟ بریم حالا. من چون دوست دارم ببینم چه اتفاقی میفته. And now everything works. But did you forget to create game board for me? I want functional playing. بگیم که آقا فانکشنالش کن و ببینیم چی میشه. بهش میگفتی یه صفحه سفید دادی دیگه خودش دیگه اون دیگه فوشه دیگه.
سبی سفید چرا دی؟ نه خودش دیگه میفهمه دیگه. فکر میکنم نمیدونم بوردو طراحی کرده. خیلی ساده، دستش درد نکنه. بوردو اینجوری طراحی کرده ولی گیمش رو فکر کنم خوب نوشته. بذاریم چیکار قوانینشو میکنه. آره ببینیم چی میگه. نه به طور کلی پیشرفت رو به جلوی خوبی بود از این جهت که رایگانه نه از این جهت که نه واقعا خوبه. حالا عجله نکنیم، بذار اینم بیاد ببینیم چی کار میکنه. خروجی هم الان تعداد توکنی خوبی داره میده، یعنی از لحاظ تعداد توکن آره انگار راهشو باز کرده. ببین شاید وان پرامپت حتی حالا که یادم میاد چه چیزایی ما با جمینای می نوشتیم، یعنی حالا که به میکنم و ادمین داشبورد پروژه قبلیمون بود، یه پرامپت زدیم همشو اون البته تحلیل با کرد. اول با کلاود نوشتیم، یعنی نه جمینای بود، با جمینای زدیم کلا این کارو کرد. حالا که فکر میکنم اگه باز با یه تست نمیشه نظر داد، ولی خب جمینای همچنان به نظر میرسه بهتره، ولی خیلی تغییر کرده. یعنی اصلا تو دیپسی که قبل از این انقدر آوتپوتش کم بود که اصلا یه فایل دو فایل هم به زور میساخت، ولی از این نظر خوبه. حالا ببینیم الان چیکار میکنه دیگه. شاید هم الان یه دفعه یه تغییر خیلی خوبی کرد، ببینیم چیکار میکنه. فکر کنم هنوز تو فینکینگشه، احساس میکنم. آره مثل که این دفعه واقعا داره خوب کار میکنه. فکر که زیاد کرد، حالا میبریم گیر نچه کرد؟ داشته باشه. نه میاد یکم از پای گیر دار. برش کنم یه خورده احتمالاً کند شد. الان داره میاد. ببینیم بورد رو چیکار کرد. CSS براش ساخته. آفرین، یه سری فانکشن های خوبی اینجا من میبینم. یه اسکوئر ساده هم بسازه اوکیه. ساخته یه چیزایی ساخته ولی با پوزیشن داده دیگه. آره اتفاقا چیز خوبی فکر کنم ساخته باشه، ساده ولی خوب. و CSS هاشو داره میسازه. آفرین. نه این دفعه داره به نظر یه کاری میکنه. حالا ببینیم و تعریف کنیم. game.js رو داره تغییر میده. خب ببین چرا دفعه اول این کارا رو نکرد. بکنم نمیدونم فوکوسش رفت رو سرور. شاید به خاطر همین. آره به نظرم کلاینت و سرور رو نباید قاطی کنیم. یعنی یه نتیجه‌ای که الان من دارم میگیرم اینه که تا حد ممکن بذاریم کلاینت رو جدا طراحی کنه، سرور رو البته جدا. نیازی الان به سرورم نبود، چرا دیگه زیادی بود میخواستن. گفتن سرور. نه خب نمیخواستم صرفا عکس باشه و خالی، میخواستیم واقعا یه مولتی پلیر با وب سوکت درست کنه، به خاطر همین. نه الان خدا وکیلی خیلی خوب داره میره، یعنی اینی که من دارم میبینم به نظر خیلی خوبه. نتیجه ای که میگیرم اینه که آره بهتره ببینیم واقعا چیکار داریم. خب اسکیپ نیاد نمیشه الله کامل کامیت کنه فعلا که یه ارور گرفتیم، ولی بذاریم کار کردیم. اینا که مهم نیست. بذار این اروره رو من بهش بدم. این چیه؟ دیگه اسمش این استارم بزن. یه مشکلی که اینجا داره اینه که میبینی فایل رو درست نمیسازه. من فکر کنم بیشتر مشکلش با ایدر باشه. حالا نمیدونم آره این مشکل ایدریه. بعد هر یه بار یه کلاینت رو ریلود کنیم. NPM استارم گفته بود انجام. آقا این چیه؟ یه کارایی کرد. منچش مثل مارو پله است، میبینی؟ منچش مثل مارپل است چیه؟
نه مارپله منچ با ایده ماروپله رفته که باید مستقیم برن جلو اینا. یه تست بکنیم. 2 بازیکن داریم، 2 صفحه بذار کنار هم میشه اینا رو آورد. باش 2 صفحه الان درست کردم، یکی به عنوان پلیر 1 تو براوزر، یکی به عنوان پلیر 2 و این پلیر این رول چی؟ دایس؟ بزن چیه؟ پایین اینجا صفحه چیزی که داره میگه صفحه. پلیر 1 رول دایس کنه. حالا یکی از ایناست دیگه، من میزنم، ممکنه این یکی باشه. خب تو رو خدا اذیت نکن، فانکشن نداره. این چیزا کار نکنه. خب دایسش داره کار نمیکنه. وایسا سرورمون رو یادم رفت ریستارت کنم. عجله نکن. پلیر 1 پلیر 2 رول دایس. این دایسش 4 اومد. یه چیز ساده ای ترکم اینجا هم می‌نویسه. باید 6 بیاد. باید 6 بیاد، ولی سوال اینه که چرا جفتش قید شد؟ الان کدوم پلیر 1 کدوم پلیر 2؟ آره خب پس بذار چند تا چیز دارم، مثلا پلیر ادامه هم نمیده. بعد بگو این منچ نیست. چرا دیگه این منچ دیگه بهش بگو. شبیشه دیگه. بگم دیگه بذار همینم بنویسه برای ما کلیه. نه دیگه بگو منچ نیست، واقعا منچ نیست دیگه. حالا این تصورش از منچ این بوده. نمیشه که به مغازه بگی آش رشته بده، بعد ماس بده، بعد بگی خود تصورش از آش رشته ماس بوده. نمیشه ماس چیکار کنم من دیگه. حالا در یه چیز فانکشنال بنویسه. خب باشه بهش میگم This is not. خب ببینم آیا میتونه به اون نتیجه که میخوایم برسه یا نه. چجوری بهش بگم که شاید اصلا تصور چیز دیگه است. خب منچ خاص بگو UI تشابهی با منچ نداره. منچ ببین بذار یه کاری کنیم قبل از ظاهر. خواستم یه کاری کنیم. بنویس UI is not as same as منچ. ایرانیان منچ. شاید ایرانیان منچ خودشونو دارن. بگم شبیه اسکوئر باید باشه. باید لوپ باشه. It must be like a loop. باش همینو بهش داریم چیکار میکنیم. خب حالا بهش گفتیم که منچش یوآیش فرق داره، چون یه چیزی شبیه ماروپله برای ما ساخته، نه حالا اون حالت لوپ تور. لوپ لایک ترک گفته ترکش رو لوپ لایک میکنم. خب نظرت فهمیده؟ بورد سایز رو 40 تا میکنم. بذار باید ببینیم چیکار میکنه. این چیه دیگه؟ شکل لوپ طراحی کرده. خب باز شکلش هم باید یکم عوض کنیم. همه پلیرها از یه جا شروع نمیکنن. بذاریم حالا چیکار میکنیم. پروژه متاسفانه باشه از آخرین تلاش ما. ولی واقعیتش رو بخوام بگم هنوز به نظرم جمینای 2.5 سرتره. یعنی اگر مطمئنن سرتره. یا حالا خب برای اینا که آمارایی که میدن یا حالا بنچمارکاشونه، ولی حقیقت امر اینیه که دارید میبینید. یعنی واقعا فرق داره. این من اینو با جمینای میزدم به نظرم حداقل یه فانکشنال میگرفتم. هنوز آنچنان فانکشنی هم حتی این چیزی که ساخته نداره. با یه پرامپت نمیشه. نمیگیم شاید با 10 تا پرامپت مطمئنا به این نتیجه میرسیم، ولی با یه پرامپت و 2 پرامپت کارهای پیچیده این شکلی رو جمینای مطمئنا بهتر انجام میده.